خودت فرزندتون به نهایت لازمی صبر کنید همش نرم می شود. خدا خدمت زنده باش یکا باور که خیلی گشتیم سیر گشت کردیم ماشین چت قط یکا گپ نیست هزار رحمت کلون اکا دست من نکردم تو کسافت چند بار گفتم که ای بری پسری من دور شو کسافتی تو رسید پسری من به صدمه دوچار شد پای قد муаллифи сценария ва коргардон ҷабалӣ ибронӣ наворбардор шаҳзод ҷабборов رجب علی جان اکا این چیتا باگاش تا که اکا پاکت ما بگیرم بیا اوی که اکا باگاش تا رجب علی جان انا گوش که چی خدمتشید همه هی بگو تمام همه یه زن خطی خدا خدمت زنده باش یکا باور که خیلی گشتیم سیر گشت کردیم ماشین چت قط یکا گپ نیست هزار رحمت کلون اکا در خدمتیم گپ نیست خونه بیا اکا مالی گپ نیست این همی 10 بار میگم آوردن اوسو باندن با همه خمی باندن و چه اکا داره سلام علیکم و علیکم السلام چوکای خولا نست اینو نیست خولا را بینش نمیدن ها چه تینجی آزاد بجو خوکت اینجی ای افزای من تو به جو کردی خونه درو گپ میزنی ای تو بکردم تینجی و چه بشینی خوکت اینجی ای همین فشاری مرا تو بلند میکنی فهمیدی این همی تو بلند میکنی او برای چی تو آدم نیفتی تو آدم نیفتی یک خورپوشتکی به شاخکتی جورگی میکنی یه بار احوالی باید بید یه بار لباسای باید بید یه بار دهانی گیزی باید بید تو یک کسی که ای بچه جورگی که صاحبی ماشین باشه صاحبی وظیفه باشه صاحبی خونه و در کار و بار باشه تو احوالی باید بید دلم قریب کفیده خیر است که همسایه ها ندیدن اگر همسایه ها میدیدن قیامت قایل میشه همیام آدمان میبخشی مرا همیام آدمان عیادت برو مدای ما هم رنگ همیو کامبغل بدیم نودور بدیم اگه دو پوله افتیم اگه با او کامبغل اگه با خشید اگه او چه جون میبخشی مرا ما هم قطعی همی جوره بدم ها ای وقتش یک جوی یک میدانون در خونه ما میخوردیم با یک میدان نونگره در خونه ما میخوردیم اگه امروز باید اگه ما خیلی کورنمکی میشه او چه ممکن نیست یک استغفرالله یا خدا بگو یا شکر بگو یا آدمان نیکی از طبقه ما نیستن یا ادیگه طبقه ما ادیگه طبقه یک بار دیگه بچه قطعی هوا جورگی تا میبینم قطعی همین خورپوشتکی به شاخ خفه میکنم فشاری مرا تو دویم بلند میکنی چه ناشکری نکن آدم باید گذشته چه فراموش نکنه فشار ما تو بلند کردی ای دستای که همین همه هم فشاری آدم ما بلند اخی شده تو دین روز او چشم در پره رود یا میدانو نمیافتی کودک تبتی که با امروز اکه گبزن شده شما کلین کجا رفته باشه کلین کجا رفته باشه این نبیره هایم نمیتوان چه جان ای بیا بچه اینقدر کلین فریاد کردم نیستن نبیره هایم نیستن کجا رفتن همین دوی ما خونه تاقه همین من و همین خونه کجا رفته باشم بیا بچه جان سوزی چه جان جانم سوزی سلامتی خوبه رحمت زنده باشه چه جان انا یک فکر قطعی اومدم کی است که سفرالی شوگید میکو همون هر روز همین خارجه میرم همون یک بچه تواش در انگلیه بوده در کجا بوده هم کلوب میگمشونن چیکار میکنن نمیدونم همون سخت گرفته که من بخیزم برم من میگم ای بچه همیجا در همین افته سی همه روز خیلی تا خیلی با ماش تا بلند میکنم نیدم من میرم
خیلی که دیگه میره و خفیده نمیشه و ما گفتم بیا یک مصلحت کنم موچه جون که هم ما اون مور موندگی که هیچ کنیست که سویبی که نخواه با ما هم ایسوس میگردم نمیشه آخی همین رجب علی بچه همسایه همین را فکر کردم که یگانه آدمی که کم ترک خیلی بچه با ناموس و با مسئولیت و بچه توزای همین را گیریم بخواهی که همگل باید زندگیش همین بخواهی همون بورکشی و عروبه کشی و همین چیز خوبتر نیستن کار کناره سویش همین هم اوچهش کرستن هم خودش کرستن باید دوی دولت میشه بچه جون همین را خودت چی میگوی چرا؟ تو بچه مرا احمق داری؟ ما توی دینا بگاه نصیحت کردم که ای پوچکنده ای کسافتی بکار خودتا دور کو تو با امروز ویا میگیری وظیفه میتی برات کارخونه میبری تو مرا شرمنده کردن میخوایی در همون کارخونه کم ترک آبرو داریم همون آبرومون تمام کردنی تو چکو کده بیچوره همین دگجو کسافتی هم را دیدی دگجو بیراگیش دیدی دگجو بیناموسیش دیدی و چه جون دگجو نه دگجو دیدی همون بیچاره خیلی خدمت کم بغل کرده همین خرس خریزی داشته بعد چیکار کرده ما هم کم بغل بدیم ما هم ندار بدیم اکی امروز در تای پا ماشین اکی یک خونه کم ترک اکی توزه و آزاده کشید بعد دیگه باید فکرمون سیخ بگیریم این کسافت که نمیبود سطیلی خالی نمیگشت ما تیا میگم که قطی جمشید و مهربان و خورشید جورگی کن دفع که اینا فهمیدی اینمی سطیلی خالیش این کسافت بسای دهنی گیزش بسای تا افتی لیباسای ویا بین ای بچه روشتا با سر گیر که ای همو کار به کار میشی فهمیدی یک بار دیگه آگاه میگم که دفع میکنم تا جای کار یک بار دیگه نامی همی کسافتی کسرت هم میبینی دفع میشه ای کار خونه فهمیدی ای جای دیگه آدمی ساق میاموخی ما دیگه آدم ندارم این همین بشان همون نشه ما دیگه آدم ندارم پوین بزنه که خطیش یگاه مسئولیت کردن نمیشه با میگن که خیلی خوبه همه ای گلکوی هم قاق شدن رفتنی خنک زد چیکو کرد ای گلوی همه ایمی تلیفونه هم بودم بی کار میکنم یک دم نمیمونه یا کار تکنی الو سلام علیکم اپاجون و علیکم السلام شما مادری دلیر؟ بله مادری دلیر اپاجون خیلی خواهتیر نشد همه بچه تونه کم ترک مزش گرفتگی هم بیمار خونه دای کدوم بیمار خونه ده؟ چه خیلی مزش گرفتگی های؟ نه بخیر مادر جان شما یکان خواهتیر نشین فقط شما با هم بیمار خونه استقلال بیوین هم کم ترک فیشورش برنشتگی شلو بخیر خواهتیر نشین شما تیستر بیوین شما کی میشه؟ ما دختری همجا سوز اوخی بچه هم؟ سوزه شما خواه فشار نداشت کو؟ خیلی کم خیلی شیده ده بیوین تیستر کدوم بالینسا گفته؟ بیمار خونه استقلال کلی؟ کلی؟ السلام علیکم السلام علیکم مادرین چی گفت اینجا؟
دکتر نورخانوف دلشاد بله شمایی بله ما مادر جان بله. پسر من در چه حالت باشه؟ ما مادری دلیر نورخانوف حالت فرزندتون به نهایت رسمی صبر کنید همش نرم می شود. چی باید کرد دکتر؟ باید آماده جراحی تاجیلی بزنن در کار. همش نرم می شود مادر جان. رفته در اتاق کاری گپ میزنیم. بایلش دکتر جان. حالتی بیمار پسرتون به نهایت وزمین است. صدمه پیوسته گرفتگی، صدمه مفلوطی گرفتگی در نتیجه صدمه واسه بپوشیده که صفونه مینه سر، نتی مینه سر گرفتگی، شکست های استخوان‌ها، کلچه دست، خوب استخوان ساق، چنبر کاست، خوب زخم‌های به نهایت زیاد برداشته شده است. در نتیجه آسیب به نهایت خون تلفات کرده است. مادر جان ما چیزی که دست ما میکنیم به عمل جراحی تیار میکنیم بیمار را و بیمار کمی خون لازم است. خونی گروه چهارم به نهایت قنیاب است. اگر میتوانید در خشت برو میتوانند از یار دوستاش میتوانند رفیقاش یگان خون سپارن به مرکز علمی خون، در نتیجه به ما خون تقدیم میکنن، ما به بیمار خون چکانده و عمل جراحی میگذاریم. خود دکتر جان یا دو خشت برو شناسو یار رفیق هستن زنگ بزن دکتر. نخو کمی خونی پسری من یافت میشه. خدا جان کنیا با جروش زنگ زنم. علی جان بود، جمشید بود. الو علی جان. حالا بای خدا. السلام علیکم. و علیک سلام. علی جان جانم شوی. دلیل جان صدمه کرده. وضعیتش بیزیبه بچم. خون در کوره. گروهی خونش 4 بوده. خونی کمیاب. یا نمیبیه بچم کنیه که بینیم خونی تو تغری میگیره در جورت. فهمیدم خلا گپ کنه و خدا شفاش دیا و نه که راستی گپ یا بار کو پدر مادر ما پرسم اگه میدونین که ما به اجازه پدر مادر یا اون کار کردن نمیتونیم، اما اگر پدر مادر ما پرسم اجازه تیان میام، نه که نتیان نمیتونم راستی گپ. همش نرم میشه، همش خوب میشه. سلام مادر جان. السلام دکتر. سلام علیکم. خدای توفیق کنه. انشالله زیر نشین. اکر جان امیدوارم که صحت میشه، خوب میشه. التماس که شما زیقی نکنید. ما تو کثافت به پای قدم نگفتم که ایدم پسری من نگردم. تو کثافت چند بار گفتم که ای بر پسری من دور شد. کثافتی تو رسید پسری من به صدمه دوچار شد. پای قدم شومی تو بود پسری من به صدمه دوچار شد. کثافت کجایی که پاچت ماندی کثافتی تو به همونجا رسید. فهمیدی؟ تو حالت کثافت دمدمی پسری من میگردی. مادر عزیز شما در جستجوی خون بودین؟ دکتر جان وضعیت سلامتی بیمار چه خیلی برای میخوانم که مادر برادر میشه و رفیق میشه. وضعیت بیمار دلیر جان به نهایت وزنین است. ما باید فوراً جراحی کنیم تعجیلاً و ما مقدار خون لازمه دادر جان. ما همه کوشش های رساندیم، کوشش های اولیاری اولین درجه رساندیم، اما خون هم چک کردیم، اما تلفات خونش از 2.5 لیتر زیاد است. با میتونیم که خون چک کنیم. این چندم گروه خون باشه که کم یافته دکتر؟ 4 منفی بوده است. 4 منفی؟ بله. این خیلی باشد گروه خونی من 4 اومد دکتر جان. من میتونم خون بسپارم. بله. خیلی باشه ما برای خون سپاریدن تیارم. چیکار کنیم حاضر؟ من به شما یک راحت میدیم، رفته از تشخیص مرکز علمی خون میگذارید، خون گرفته تشخیص گذرونیده با شما مقدار خون در کار بوده رو من در اینجا قید میکنم با شما یافته میدیم.
یعنی کی میشوه ها؟ میشود چی نمیشود. سلامت باشین دختر جان. اگه این خیبوش هم پیکو. تشکری زود. این رو خط رو می نویسونم آها. رفته گیرید. قبول. تشکری زود. سلامت باشین دختر جان. هزار رحمت. باور که من به حد خرسان شدم. من یکمین بار این رفیق حوزیق رو میبینم که برای رفیقش جانش رو فدا میکند. سلامت باشید. زنده ما باشین. فورا بیمار رو به جراحی میگذارونیم. خوب قبول. من میرم خون در میسپرم. بله. خوب قبول. این یگانه رفیقش بود که به این خون داد. خون خودش رو داد. که خون این به فرزند شما بسیار موافق آمد. شما به این رفیقش خصومت نورزید. همش نقض می شود. اون برادر سبب شد که فرزند شما شفا بیاورد. زیغ نشوید. همش نقض می شود. احمد بچم مهم فرزند شما صحت سلامت شد. مهم فرزند شما شفای خدا جان. زنده باشین. ما برای همین روزیم. رفیق برادر برای همین روز خدا جان. السلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان. فراموش نکنین چقدر که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفتن نمونه پادپیساتیا را فراموش نکنین. حتما در کانال پادپیساتیا کنین. انشالله که نورای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم. باقی سربلند و خوناباد باشید.